سلام، وقت بخیر. میدونن علت جنگ زدگی پشت کمد و دیواری و پوسیدگی فرش شما در زمستان چیه؟ دیده این که در زمستان قسمتی از دیوار شما یا همسایه یا اقوامتون عرق کنه و لباس داخل کمد یا فرش یا مچت خونه چپک بزنه و پوسیده بشه؟ میدونید دلیل این کپک زدگی و پوسیدگی ها چیه؟ دلیل این پوسیدگی اینه که در زمستان هوای بیرون سرده و هوای داخل ساختمان گرمه. وقتی هوای سرد و گرم به همدیگه میرسه باعث میشه در دیوارهایی که منتهی به خیابونه یا کوچه هستش یا زمین بایر هست عرق کنه. این عرق در پشت کمدها یا فرش یا مچت میریزه و به مرور باعث جند زدگی لباس هامون میشه، باعث جند زدگی وسایل زندگیمون میشه. این وضعیت مخصوصا در قسمت‌های از ساختمان که از دید ما خارج هست خسارات زیادی به ساختمان هم میزنه. خب حالا چیکار کنیم که دیوارهامون در زمستان عرق نکنه؟ پاسخ خیلی راحته. پاسخ اینه که بیایید اول پشم سنگ رو به دیواری که منتهی به خیابون یا کوچه یا زمین بایر هست نصب کنید. بغل هم میذاریم و بعد روی هم میذاریم، چینش رو انجام میدیم. وقتی دیوار کامل پوشیده شد با این پشم سنگ، بعد از اون از روی اینها چناف رو میزنیم یا از روی اینها دیواری با تایل های جهتی آماده میکشیم یا اینکه از دیوار پوش های PVC به اصطلاح آماده استفاده میکنیم. این راه حل کوچولو هستش که میتونه مشکل شما رو حل کنه. اگه از ارائه راه حل خوشتون اومد این فیلم رو و پیج ما رو به دوستان و اقوام معرفی کنید. از ما حمایت کنین. از اینکه با من همراهید متشکرم.